3 وعده غیر واقعی به مردم رو مثال بزنید. راه جلوگیری از وعده غیر واقعی چیه؟ من اگر بخوام 3 وعده غیر واقعی در حوزه انتخابی خودم بدم، باز مسکن و باز اشتغال و باز ترافیک. دلیل تو این چند سال این مجلسی بوده که همین وعده ها رو دوستان من قبل از من رو همین صندلی نشستن و به مردم وعده دادن. من قطعا این وعده رو به همه کسایی که صحبت‌های من رو میشنون خواهم داد. یا کاری رو میتونم انجام بدم یا با یه عذرخواهی ساده از مردم خودم عذرخواهی خواهم کرد و کرسی مجلس رو ترک میکنم. اگر توفیق بشود که انشالله مجلس برویم، تمام وعده هایی که دادم با همکاری و مساعدت همه عزیزان و دوستان انقلابی ارزشی و خانواده شهدای خودمون انجام خواهیم داد. اگر هم نشود که برویم داخل مجلس، کمک خواهیم کرد دوستانی که رفتن داخل مجلس بتونیم کمکی بکنیم که این وعده هایی که حداقل خودمون دادیم و دوستان دادن شرمنده شهدا و مردم عزیزمون نشه.